آرامش داری یا نه؟ دارم. نگفتی که چی کار داری؟ کلش کار ندارم. من شاخش میخوایم، اما یک دانشه. کلش از تو باشه. فهمیدی یا نه؟ تو فقط برام شاخش بوتی بیادر. دیگه شه خدا میفهمم. فهمیدی؟ نوازن دا چرا چه پسین به شرف آب نوازن. حالا دیگه منتظر باش مرتضی. اول پشتومه باز بعدن پیش بادارای احمق لودت. نمیایه. میایه. تو چطور فهمیدی؟ علم غیب داری چی بلا؟ دنیا به وفاست. دیشب به خاطر زنده ماندن خود در اینجا حضور میکردیم بچیم، اما فقط یک مشکل داریم. آزار هنوزم زنده است. زنده است. تا وقتی که من بخوایم او زنده می باشه. بچیم تو هم خطرناک برآمدی. باید از تو بترسیم. بسیار خفه که زیر بوریا هستی. همین جستی بفهمم. بیرون برای آکان. آکان در دستایت برکت. نوبت یا ماچ است.
تو دیوانه. کاکا چی میکنی؟ او را گل کو. اگر نیکولگی را در میتی زود باش گل کو. خوام نمیبره. فقط امی 10 دقیقه که خو کنم کاسه چشمایم درد میکنه. امشبم چشمایم بسته کردم. گفتم شاید خوام ببره. وقتی بسته کردم یگان چیز وحشتناک خو دیدم. کل انسان ها به خاطر یک مرض زامبی شده بودن و بسیار زود کلگی را گرفت. اما تو هیچ کس نفهمید. اما یک چند نفر زامبی نشده بودیم. زامبی ها بسیار سریع و به صدا می آمدن. یک دانشان سر ما حمله کرد. یک چند تا دوستم همراه ما بودن. دوستای اصلیم نمیشناختم که کی بودن. وقتی که حمله کردن کلشان دانه دانه همراه خود بردن. کل ای گپا 10 دقیقه شد. 10 دقیقه چه قسم خو کنم؟ میگفتم بعد از مرگ تمسا، یعنی بعد از کشتن او خوام ببره، اما نبرد. گمش کو. شاید امشب خو ببرم. البته شاید، امیدوار نیستم. چارجر موبایل داری؟ پیشم نیست. میگفتی که می آوردم. بیا از اینجا. هیچ چیزی نیست. نامش چی بود؟ چی بود؟ ساکت هم اینجا نیست. زنده باشی. تمام معلوماتت درست بود. آذر زنده است. شاید پیش افسون باشه. یوجلام از بین نبردی. یعنی تا جایی که میفهمم فقط تمسا را کشتی. بیبی گوش کن. تمسا به جز از خودش هیچ کس دوست نداره. از همین خاطر باید اطرافیانش درد میدادیم و میکشتیمش. فهمیدی؟ فقط 2 نفرشان مانده. افسون! بچم احتیاط کن. در اینجا منفجر نشه کدام چیزی. ما خوبی از اون عادت کردیم. من چون نمیفهمم چرا من نمیمرم. خیلی را دهی وضعیت رسانده. حتما میخواست که تیمامی کار کنه، اما موفق نشد. میفهمی میخواست مادر کلانم از بین ببره. فکر کرده که مستم. اما حدس بزن که چی شد. مادر کلانه مورا زخمی ساخت. خود دیگه به مادری که بچهش کشتی این نباید پشتت دور بیتی. اما تو نیست.
باز ما از پشتش دویدم و هم کتی اسلحه. آی خدایا چی یک اشتباهی کردم. یگان وقت عقل انسان سعی کار نمیده. میفهمی که ما چرا سبزی خور شدیم ها؟ به خاطر حق حیوانات. یک روز گفتم بعد از دی به خاطر که یک باره به خاطر ما کشته نشه دیگه هیچ وقت گوشت نمیخورم به خود وعده دادم و عملی هم کردم. قسمه که میبینی بعد از او دیگه گوشت ددانم نزدم. فهمیده شد. نمیفهمم چطور کتی اسلحه از پشت یاماچ دویدم. باید میدیدی. قسم سایل نکو. معلوم است که نتانستم فایر کنم. فایر کردن خوبان حتی جای چاقویی که مادر کلانم زده بود دوختم. تو مرا مشناسی یوجل؟ چند سال میشه که مرا مشناسی؟ به نظرت 15 سال شده باشه؟ در رخصتی مکتب به جای پدرم تو پشت می آمدی نه؟ دیگه هیچ کس روان نمیکرد. فقط سر تو باور داشت. سر تو زیاد باور داشت. ما هم دقیقا همه وقتی که گفتی پدرت مرد، وقتی گفتی کار کوچوالاست، هنوزم قبول کردن نمیتونم. چطور تانستن پدرم واره یک آدمه محترم و مهربانه، صادق و با شرفه به خاطر یک قرارداد به قتل برسانن؟ والا چی دروغ بگویم؟ وقتی تو پیش ما آمدی و برم گفتی که به پول ضرورت داری و گفتی این کار به خاطر پدرت انجام میتونم بدون فکر کردن قبول کردم. گفتم هرچی میخوایی بگی، از هرچی میخوایی استفاده کو. حق با جانب بودی. با گپ ما، با گپ دختر بایکال هیچ کس گوش نمیداد، اما با گپ خود بایکال گوش میدادن. حتی قبرش واز کرده بودن. همه تو نیست. او پلانت بسیار خوب بود. قبول میکنم عالی بود. او وقت باور کردن. اگه اون نفر خود بایکالام نبود اما باور کرد. راستی او آدم بیچاره چی شد؟ حتما دربارش فکر کردی. تو همیشه یک را به خاطر حساب گرفتن از اونا پیدا میکردی. همون تو نیست؟ به خاطر همی ازت ترسیدن. به خاطر ترسیدن که حساب کارهای خود پس میدن. وقتی او روز مرا به چوکور بردی، یک بارم که شده نفس راحت کشیدم بدون کدام دلتنگی، بدون اشک ریختن، بدون گریان کردن. شاید این کارایم قابل افتخار نباشه، اما یگان وقت نفس راحت کشیدن بیشتر از کل چیز بر انسان با ارزش می باشه. امیدوار هستم درکم کنی. اما بازم نفسم تنگ میشه یوجل. بعد از او شو دیگه نفس راحت کشیده نتونستم. اما در مقایسه با وضعیت تو ما بازم بسیار خوب هستم یوجل. اما بعد از ختم ای کار در چی وضعیت می باشم حتی خودم هم نمیفهمم. راستش هنوز ختم نشده. از سر شروع میکنم. این دفعه تو کتیم نیستی. او هم نمیخوایی که چوکور ترک کنه. این خو واضح است. اما ما یک وعده دادیم. تو مرا بسیار خوب میشناسی. وقتی یک وعده بتم باز او را حتما عملی میکنم.
حالا بچه قندم. اما ادریس جان اینه خو خوش داری نه؟ خوردی قبلا خوشت آمد. بگی دیگه ها. بخود جان مادر. مدد. یعنی بیا مدد بیا. چطور است ینگه؟ چطور باشم مدد؟ قسمی که میبینی بیادرت چطور است؟ از کجا فهمیدی که از او برات خبر آورده؟ به خاطر که کت ما گپ نمیزنه کت تو گپ میزنه نه؟ ینگه قسم میخورم او گفت که بیا. میگم لوده خانه استم بدون اجازه او و ملاقاتش برم. او گفت که بیا. میبخشی ینگه، بسیار میبخشی. آرام باشه. چطور بود؟ خوب است، بسیار خوب است، مشکل نداره، صحتمند است. ینگه آرموتلی بسیار منطقی خوب است. آبش، هوایش، سرسبزیش. آرموتلی دیگه از کجا شد مدد؟ میخواستم درباره همی برات بگویم. وقتی خانم سلطانه به ملاقات بیادرم رفت، بیادرم هر چی که قدم تانستن کردن تا او را به آرموتلی ببرن. گفت که دیگه اینجا نیا. من زن خودم میشناسم، بسیار زدی است، بسیار زدی. بازم میخواه که یک بار به دیدن ما بیاید. برش بگو که صدودین بیادر به دیدن هیچ کس بیرون نمیشه، نه تو و نه ما و نه هیچ کس دیگه. صدودین گفت یا سالی گفت مدد؟ نه ینگه، صدودین گفت. آرام باش جان مادر، آرام. ادریس مادر بیا سادات بیا. این تکا زیاد چرک شدن. اینا را بشیم و تو کنیم. بسالی چی گفته این مادر؟ در آرموتلی چی گپ است که اونجا رفته؟ او موضوع بین ما و صادقین است. من تا ابد برات نمیگم، او هم تا ابد برات نمیگه. فهمیدی؟ دیروز من کرتی پدر ادریس پوشیدم، پیراهنش پوشیدم. میفهمین تمام موهای خود قات کرده در پشت سرم چسباندم. با لوازم آرایش برای خود ریش و برود جور کردم مادر. ادریس زیاد خوش شد، زیاد خنده کرد. میفهمین چرا این کار کردم مادر؟ به خاطرم ریش خندی نکردم. من بوی و چهره پدرم فراموش کردم نه، اما نمیخوایم که اون فراموش کنه. محکم در بغل گرفتمش مادر تا بوی پدر خود فراموش نکنه. اگه قبل از مرگ مرا در قبر میماندن خبر بتین خب میخوایم خبر باشم. میفهمی کی هستم؟
میفهمی که من کی هستم. چرا مرا نکشتی؟ تو چرا مرا نکشتی؟ حال میکشمت. شاید من تو را بکشم. مرمی پر است. این تفنگچه دفاعی شخصی است. مناسب دستای خورترک است. قسمی که میبینی دستای امام زیاد کلان نیستن. قسمی که میفهمی بعد از جنگ جهانی دوم دزدی مسلح در شهر زیاد شده و قربانیای این دزدی ها اکثرا خانوما بودن، به خاطر که خانوما حمله فیزیکی کردن نمیدونستن. شرکت های اسلحه سازی هم از این فرصت خوب استفاده کردن. این اسلحه 33 میلی را با رنگای زنانه مخصوص خانوما وارد بازار کردن. به خاطر دفاع شخصی زیاد ضرر نمیرسانه، نترس. از فاصله چند متری فقط زخمی میسازه. اما از این فاصله از بین میبره. او شو مرا پیش تو خواه برد. تو کتمه چی کدی؟ برام چی قصه کدی؟ او قصه ای که مادرم در طفولیت همیش برام میگفت. تو چی خو دیدی؟ از کجا میفهمی که من خو دیدم؟ چون طرف سیل میکدم. در خو غیره خنده میکدی. اما از چشمایت اشک جاری میشد. یک چیزی بسیار مقبول دیدم. بسیار مقبول. به دیدن یوجا رفته بودم. خلاص شد. به آذر درد دادی؟ درد دادم، بله. مرگ خواهرش به خاطر من نبود. بیگناه بود. بیازو کل بیگناه قربانی میشن، اما تو نیست. گناه من نبود. چند دقیقه بعد در مرگ مام گناهی تو نمی باشه، همه تو نیست؟ فکر میکنی خلاص شد؟ خب شنونده های عزیز، حال آهنگ از نیلوفر با هم یک جا بشنوید. وقت کردیم.
کشتام شوم جنگیده کشتمشون. حالا بیاین. Aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş, bilmeyenler olmasın. Sonra arzum nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi خیالم که امدفعه بچه فیلم اما تو فکر میکنی؟ همی که انتقالات بدون مشکل حل شوه آزارم با زودی از بین میره، یعنی که او محتاج ما میشه. حالا زود با کاکایت زنگ بزن. زود دست به کار شو. چی میکنی آکان؟ دیوانه شدی؟ بچه آیسته آیسته. باز چی گپ شده؟ توبه. خیر ببینی بچم دستمال نمیخرم کشفت میفهمم، اما بخر شاید ضرورتت شوه. اگه کسی گریان کرد باز برش بتی. تو چی میگی بچه؟ یا ماچ پس آمده. خیلی وقت گرز رسیده انه کلگیره میکشه. با نوبت حال نوبت حاضر است. اگه تو امروی ما باشی باز تو از من محافظت میکنی؟ میبینیم. تو میگی که با کمک ما ضرورت نداری، اما شاید با کمک ما ضرورت پیدا کنی. اما تو نیست؟ نه، میگم اگه یاموس در این کار دخیل باشه نمیتونه نجات پیدا کنی. گدایگرای کابل برای چقدر شلستی؟ تو بی عقل هستی، این معلوم است. اما کوشش کو که عقلت سر جایش بیه. کوشش کو که بعض وقتا منطقی فکر کنی. سر مغز پوچت فشار بیار. هر وقت که فهمیدی دی شماره زنگ بزن. منتظرت هستم.
مادر یا ما چه بیشرف تا اینجا خدا رساند. تو مطمئن هستی که او یاماچ بود؟ یلماز میشه تا میدان هوایی مرا برسانین بچه؟ اینجا نفر زیاد است. ما هم تنها نرم، شرایط خراب است. نه çizerek enseden ebelemeye dayalı oyunumuzla gizli niyetlerden olma torunumuz var. Geldi bela yanıyoruz bak, şehir değil bura sanatoryum park. İstanbul'a mı yorum aradığımı, bebek doğduğumda çamura dandım. Dışına baksan kat kat cila. İçeri kemiren tahta kuruları. Kat kat cila, içeri kemiren tahta kuruları. Ciğerim beni veren aşkı görün, tutun kolumdan beni faza götürün. Dört mevsim yolunu bulup yasa bürünürüm. Yarasa süper ama yaramasa. از بچه های نوی یکی را روان که زود گرفته بیاین. شما نرین، فهمیدین؟ درست از بیادر تشویش نکنین. اما Dört mevsim yolunu bulup yasa bürünürüm. Yarasa süper ama yaramasa karabasan. Ciğerimi deliren aşkı görün, tutun kolumdan beni Fas'a götürün. Dört mevsim bir yolunu bulup yasa bürünürüm. Yarasa süper ama yaramasa. سلیمان سلیمان سلیمان، خدا جزای تا بچه بیعقل کجاستی؟ خلا بگو بیادر. فرار کرد بچه. کی فرار کرد بیادر؟ یاماچ لوده، یاماچ. نه بیادر، اون آمده. تو خوب هستی بیادر؟ خوب هستم، بیخی محکم جور هستم. مردم احمق، ببین مردم. ببین در بیرون 100 نفر استاده است، اما زرم از ما محافظت میکنه. خاک در سر شما بیعقلای لوده. بیادر قسم میخورم بجز ما کسی دیگه نیست. خراگم شو، رنگ تازی جگم کن. برای گوساله. اوه تمسا جان، بالاخره هدف ما فهمیدی ها؟ بگو چی کنیم؟ تو آمادگی تا بگی، ما برات خبر میتونم. چی میخوای گوساله؟ تمسا جان به آزار سلام بته. آجی تو هم سیل کن که از بین میبریمش. احمقا فایر کنه، نه که منتظر دعوت هستیم. یاماچ داخل موتر است. داخل موتر است.
کنیم شاید مرده باشه باشه. او به شرف شکاف جان است. رفته ببینین تا جسدشان آبا چه بولین برو کارا برین پیش سیل کنین الا. چی شد؟ هلو چی شد؟ موتر منفجر شد منفجر. پیش برین جسدش سیل میکنم. جسد کباب شد. اگه زیاد میخوایی باز خودت بیا سیل کن. پخش زنده شما میال قطع میشه. خدا نگهدار. عقل خود از دست داده. جوان آمد حرف بزانه پس مانیت نمیشم. برو ببین برو. حتما کباب شده باشین. من کباب خوش ندارم خدا یارت. رفتیم معذرت میخوایم کاکا. با خاطر زنده ماندن ما باید تو میمردی. آمدم خاطرک. آمدم زخمایت تداوی میکنم. درست است؟ زخمایت تداوی میکنم. همراه بیادرم چی کدن احمقا؟ چی کدن همراه بیادرم؟ خاطرک صدای من میشنوی؟ خوب میشی نترس. درست است؟ نترس. آرام باش. خلاص شد. مرا نترسان. خاطرک آرام باش. طرف مسئل کن. یا ماچم بچه یک داریم. یا ماچم چشمایت باز کن. اومدم. زود بیا کاکا زود بیا. کاکا چطور هستی؟ خوب هستی؟ تو کی هستی؟ جمال هستم کاکا. جمال کوچوال. جمال تو در زندان نبودی بچیم ها؟ بیرون شدم چه قسم بیرون شدی؟ کاکا چیزا برات میگم. دانه قصه میکنم اما فعلا بسیار کار ضروری دارم. بیادرم پیش آوردیم. به تو ضرورت دارم. حال او در بیرون است. داخل میرمش. درست است؟ همینجا باش. منتظر باش. فهمیدی؟ بیا شیر بچه. بیا جان لالا. اینجا. آفرین. کاکا جان چی ضرورت داری؟ چی میخوایی که برات بیارم تا بیادرم باوش به؟ لطفا عاجل است. آرام باش. پادر چطور است؟ پدر ما از دست دادیم. چی میگی بچیم؟ میگم برات درباره کلا چیز برات میگم اما قربانت شوم. اینه تداوی کن لطفا. خاطرک ما تداوی کن. یا ماچ است. پاشا زیاد بارش میگفتی همو است؟ همو است. پاشا چطور است پاشا؟ پاشا گفتی؟
میتونم درباره کلا چیز برات میگم. از اول تا آخر برات میگم، اما با کمکت ضرورت دارم. بیادرم باهوش بیار لطفاً. بیادرم زخمی است. زخمش بسیار عمیق است. چی میشه؟ ایره باهوش بیار لطفاً. کاکا جان ازت خواهش میکنم بیادرم نجات بده. خواهش میکنم لطفاً. سیست. حالا سیست. اینه بگی. اوه نه دیگه. اوف. سی و هشت گفتی؟ کاکا جان همراه من شوخی نکن، بلی از خدا این وقت شوخی نیست. چی میکنی ها؟ البته که وقت شوخی است. اگر شوخی هم نکنیم خیلی زندگی چی با درد ما میخوره؟ این دیگه چی است تو با خدایا؟ چراغ روشن کو حالا. چراغ که در تلفنت از روشن کو. روشن کو. ای طرف روشنی بگی. ای طرف. خب بگوین دلیل جمع شدن ما چی است؟ خبرهای داغ داریم، داغ. یا موج از چرخه بیرون شد. قسمت بعدی. یعنی چی که از چرخه بیرون شد؟ یعنی مرد. از بین رفت. مرد دیگه. چی؟ چی وقت؟ چی میکنه نحمقا؟ از ما دور شوی. جلوستون. صبح داشت پس خانه دختر آمده بودن. جمال دیده بودن. وقتی به دامله میگفتن خبر شدم.